خیلی خسته نباشید. نوکرتم. دایی ازدواج مثل چی میمونه؟ دایی ازدواج مثل توالت میمونه. اونایی که تو ان ریدن میخوام بیان بیرون، اینایی که بیرونن میخوام برن تو بیرونن. دایی جایگاه پول تو زندگی چی جوریه؟ ببین دایی شما پولدار که باشی توی جمع بگوزیم میگن چی فرمودین؟ ولی پول که نداشته باشی شما توی جمع از دکتر شریعتی هم که بگی میگن اما برو گوز نکن. دایی فرض کن زنگتون میزنن میگن خانومتون تو کشور چین فوت کرده، بسوزوننش یا خاکش کنن؟ بگو آقا ریسک نکنن، اول بسوزوننش بعد خاکش کنن. بعضی ها همچی میگن یارو ننش پسر زایده، انگار ما رو بابامون از گوگل دانلود کرده، یا یکی بهش گفته مثلا فلانی شرطت روشن کن تا دوتا پسر خوب برات بفرستم. Küslü küslü